اینجا پشاور است. مردانی که گردی هم جمع آمدند چرس دود می کنند. از نگاه دینی چرس کشیدن حرام است، اما در پاکستان کشور با مردم بسیار مذهبی با آن چشم می پوشند. وقتی جوان بودم روزی با دوستانم دود کردم. روزی بعد با دوستان دیگرم دود کردم و در نهایت عادت شد. چرس دود کردن در اینجا به زمانی قبل از گرویدن مردم به دین اسلام برمیگردد. در این زیارتگاه اهل تصوف مردان جمع می شوند، چرس می کشند، موسیقی صوفیانه گوش می کنند و چای می نوشند. کسی درباره حرام بودن چرس حتی فکر هم نمی کند، اما اگر از عرق نام برند به بلا گرفتار می شوند. شراب کاملا حرام و ممنوع است. در اینجا حتی درباره‌اش فکر نکنید. اگر کسی اینجا مشروبات بیارد، اول خودمان لطوکوبش میکنیم و بعد به پلیس میسپاریمش. مولانا طیب قریشی یکی از علمای با نفوذ در پاکستان است. او نیز از حرام بودن چرس میگوید. در اسلام حرام است. با یک حرف میگویم، یک جمله. همه علما میگویند هیچ کسی آن را حلال گفتن نمیتواند. چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در نیویورک، چرس کشیدن حرام است. بر اساس یک تحقیق اخیر سازمان ملل در پاکستان چرس بیشتر از هر مواد مخدر دیگر مصرف می شود. زنان نیز از آن بی بهره نیستند. این زن بیوه مانده می گوید برای فرار از عذاب‌های روزمره چرس دود می کند. وقتی نخستین بار چرس کشیدم احساس خوب نداشتم. پس از یک مدت از آن لذت بردم. موسیقی زیبا بود و دوستانم خوشحال بودند. خوشم آمد. در پاکستان چرس ارزان است و قابل دسترسی، اما طبیبان از بیماری‌هایی که انسان به دلیل مصرف چرس گرفتار می شود هشدار می دهند، مخصوصاً در پاکستان، کشوری که مردمش از خدمات تندرستی خوب محرومند.